سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. وزیر طالبان میگوید در مرز با تاجیکستان یگان جنگجوی داعش نیست. شماره قربانیان ترمه در خاروخ به 13 نفر رسید. ویدیو رقت‌آور نجات دو کودک از زیر ترمه در خاروخ. نشر رویخط هلاک شدگان و مجروحان بر اثر ترمه در خاروخ. من الکی میلیون داشتم. عبدولی احمدعلی نخستین تاجیک برنده $1,000,000 در لاتاری فرودگاه دبی پیدا شد. اوپل به 100 متر جری چپه شد. 2 صدمه مرگاور در کوشانیان و نورک. و اکنون تفصیلات خبرها. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت خودخوانده طالبان ادعای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی اودکبه در مورد حضور 4000 جنگجوی شاخه خراسانی گروه تروریستی به نام دولت اسلامی یا داعش در مرز افغانستان با تاجیکستان را رد کرد. متقی که 15 فوریه سال 2023 در گردجمعی رهبران طالبان برای تجلیل 34مین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان در کابل صحبت کرده گفت همسایه‌های شمالی ما نشسته داشتند و در آن اعلان شد که در شمال افغانستان هزاران داعش جمع شدند و این برای ما خطر است. ما به آنها این موضوع را واضح میگوییم که اگر در افغانستان یک داعشی سر بلند کند سرکوب می شود. این چه معنا دارد که هزاران نفر در یک جا جمع شدند و نه کسی آنها را میبیند و نه کسی از آنها خبر دارد. هر کسی میتواند بیاید ببیند و با ما مذاکره کند ولی اتهام وارد نکند و این ملت بیچاره و جنگ زده را تهدید نکند. روز 14 فوریه سال 2023 سردار ستاد مشترک اودکبه گنرال آناتولی سیدروف در نشست خبری خود گفته بود که شماره جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان به حدود 6500 نفر رسیده است و از این میان حدود 4000 عضو داعش در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان در ولایت‌های بدخشان، قندهار و تخار جابجا شدند. همزمان او تاکید نمود که اگر تهدیدی از افغانستان علیه تاجیکستان صورت بگیرد نیروهای اودکبه در ظرف 12 ساعت به آن پاسخ خواهند داد. در همین حال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 فوریه اظهارات گنرال آناتولی سیدروف را در رابطه به حضور جنگیان داعش در مرز افغانستان و تاجیکستان شرح داد و گفت نیروهای تاجیکستان برای رفع همه نمود تهدیدها آماده‌اند. یکی از وظیفه‌های مهم زیرساختارهای ما همراه کمیته دولتی امنیت ملی، قشون‌های سرحدی و دیگر مقامات قدرتی مسئول تامین بی‌خطری در مرز است. ما همیشه تیار هستیم که در چنین حالت‌ها عمل کنیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بر اثر ترمه بزرگ مرگباری که صبح 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 09:50 بالای محله ناصر خسرو یا شاش خاروخ در شهر خاروخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو ریخت. 13 نفر به هلاکت رسیده، 12 نفر دیگر با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان بستری کرده شدند. بر اثر این آفت 4 خانه استقامتی، پرره، 35 خانه و 5 انشاءات خواجگی قسما خراب شدند. قبلا گزارش شده بود که در برابر 10 خانه‌های مردم بنای کنسولگری افغانستان و 2 نقطه فروش مواد سوزشواری نیز زیر ترمه ماندند. کمیسیون ولایتی حالت‌های فوق‌العاده حجم ضرر رسیده را معین می‌کند. همین روز 15 فوریه تقریبا ساعت 12:08 در جماعت دیهات تخ نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان یک ساکن 30 ساله این دیه زیر ترمه ماند و جان باخت. ساکنان دیه جسد او را بیرون آوردند و به صاحبانش سپردند، اما فاجعه با همین تمام نشد. ساعت 17:10 2 ساکن دیه همسایه خسپای نویه ونج که می‌خواستند به صدوت به نماز جنازه قربانی ترمه بروند خود در راه زیر ترمه ماندند. یکی را نجات دادند ولی دومی همانو در زیر غرم برف قرار دارد و کوفتگاه جسد او ادامه دارد. همچنین روز 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 12:00 در کیلومتر 65 راه ماشینگرد دوشنبه ورزاب ترمه یک راننده 47 ساله را به هلاکت رساند. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده او را از داخل ماشین بیرون آوردند. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده از 13 تا 15 فوریه سال جاری در جمهوری الکی 27 حالت فروریزی ترمه‌ها ثبت شده. در ناحیه ونج 11 عائله، در ناحیه روشان 335 عائله، در ناحیه شغنان 10 عائله،
در نویه روشقلا 39 اویله و در شهر خوروغ 17 اویله را از منطقه های خطرناک ترمزو به مکانهای امن کوچانیدند. گفته می شود اولو غفسی قبط برف در خوروغ 95 سانتی متر، در دروا 35 سانتی متر، در صخره‌دشت 90 سانتی متر، در مرکز نویه ونج 60 سانتی متر، در دههای کوهستانش تا 1 متر و 20 سانتی متر، در نویه روشون 35 سانتی متر، در نویه شغنون 60 سانتی متر، در نویه روشقلا 35 سانتی متر، در دههای کوهستانی نویه اشکوشم تا 90 سانتی متر شده است. بنا به پیشگویی هواشناسان بارشات شدید و خطر فروریزی ترمه‌ها در راه‌های کوهستانی تاجیکستان کمش تا 19 فوریه باقی میماند. در ارتباط با رویدادهای آخر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از اهالی خواسته است که از سفرهای بدون ضرورت به منطقه‌های پربارش کوهی و ترمخیز خودداری کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شام 15 فوریه در یک اقدام قریب به سابقه در رابطه با آفت‌های طبیعی از جمله فرآمدن ترمه در شهر خوروغ که باعث تلفات جانی و خسارات مادی گردید به پیوندان و نزدیکان شخصان علاق شده اظهار تسلیت عمیق کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت با سپارش امامعلی رحمان از حساب شخصان مسئول حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبران اولی یک قطار وزارت حکومت ها و کمیسیون دولتی عاید به برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی تأسیس داده شد. اعضای کمیسیون دولتی وظیفه‌دار شدند که در مدت کوتاه‌ترین عاقبت‌های آفت طبیعی را برطرف کرده به عائله‌های ضرر دیده کمک‌های مادی حکومت را از قبیل مواد خوراک، سر و لباس گرم و دیگر اشیاء روزگار را دسترس نمایند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاکید کرد که رفع برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تحت نظارت شخصی امامعلی رحمان قرار دارد. ژورنالیست انوره سرکارова روی خط 13 نفر هلاک شده و 12 مجروح بر اثر ترمه صبح 15 فوریه سال 2023 به محله ناصر خسرو شهر خوروغ فرو ریخته را نشر کرد. از این روی خط برمی‌آید که 11 تن از هلاک شدگان زنان و دختران بوده، 7 نفر آنها از نویه مرغاب بودند. بر اثر ترمه دست کم 4 کودک و همچنین 6 دختر سنشان از 19 تا 22 ساله جان دادند. به نظر می رسد که اکثر قربانیان دانشجویانند که آن صبح نصر از خوابگاه و خانه‌های اجارهشان به درس می رفتند. در شبکه‌های اجتماعی ثبت‌های رقت‌آور لحظه‌های نجات جان 2 طفل، یک دخترچه و یک پسرچه خردسال از زیر ترمه نشر شد. این 2 طفل معصوم چند ساعت در اسارت برف قرار داشتند و شکر خدا زنده ماندند. در ثبت دیده می شود که نجات دهندگان و ساکنان محلی قبط برف را با احتیاط کنده یک کودک را پیدا می کنند و وقتی که می فهمند او زنده است و نفس می کشد با احتیاط او را از بند برف آزاد می کنند و همچنان با احتیاط به دست طبیبان می سپارند. در ثبت دیگر دیده می شود که یک دخترچه را از زیر ترمه زنده بیرون می کشند و طبیبان و نجات دهندگان به خاطر برقرار کردن کار دل و راه‌های نفسش دل او را مست می کنند و مردم با هر زدن قلب این کودک برابر طبیبان فریاد می کشند. صبح 15 فوریه سال 2023 یک ترمه عظیم و مرگ‌آور بالای محله ناصر خسرو یا شاش خوروغ فرو ریخت. بر اثر این آفت طبیعی 22 خانه استقامتی ساکنان ضرر دیده، از این شمار 4 خانه پرره و 18 خانه قسما خراب گردیدند. بنای کنسولگری افغانستان و 2 نقطه فروش سوزشواری نیز زیر غرم برف ماند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که توانستند 9 نفر را از زیر ترمه نجات دهند، ولی متاسفانه دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخله از انتقال 12 تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک خدمات خرید و فروش ماشینا از امریکا کار می‌کند. عبدولی از سال 2007 در دبی کار و زندگی می‌کرده است و با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی، عربی، هندی، ترکی و زبان ازبکی بلد بوده است. اما او از افشای اینکه آیا $1,000,000 پول لاتاری برده‌اش را به چه کار صرف خواهد کرد خودداری کرده است. عبدولی به یورتیجی گفته است این نخستین میلیون من نیست. من الکی میدونم که اون را برای چه صرف خواهم کرد، ولی در این باره صحبت کردن نمیخواهم. عبدولی احمدعلی روز 1 فوریه سال 2023 در نشر 13 لاتاری دبی دیوتی فری میلیونیم میلیونر برنده جایزه اساسی $1,000,000 شد. این لاتاری از جانب فرودگاه بین المللی دبی، بزرگترین فرودگاه امارات متحده عرب، برگزار کرده می شود. قیمت هر لاتاری
1000 درهم یا تقریبا 280 دلار آمریکایی است و گفته می شود که عبدولی بلیت برداور لاتاری را که رقمش 4226 بود روز 16 ینوار سال جاری توسط اینترنت خریده است. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن شهر بختر معین و دستگیر کرده شد. نامبرده 13 دکبر سال 2023 با رای فریب به باوری مرد 50 ساله ساکن نویه کوشانیان در آمده از او یک عدد автомашین تمغه خوندای سناتا و یک عدد автомашین تمغه تویوتا کامری که ارزش عمومیشان 220,000 سومونی را تشکیل میدهد قبول نموده وعده داده است که مبلغ‌هایشان را در مدت 2 ماه برگردانده می‌دهد. اما نامبرده اتومبیل‌ها را فروخته مبلغ آنها را به منفعت شخصیش صرف نموده است. در نتیجه به جبر دیده ضرر مخصوصا کلان رسانیده است. این ساکن بختر به سلسله قلابی‌ها ایدام می‌شود. وزارت کار داخله گفت که او در 10 حالت از شهروندان 10 ماشین اکثرا گرانبها را برای فروش گرفته تا حال پول یگان نفر را نداده است. جمعی ضرر به صاحبان این ماشین‌ها رسانده ساکن بختر بیش از 1,100,000 سومونی یا نزدیک 110,000 دلار برآورد می شود. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر بوستان با عریضه زن 32 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 28 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 09:09 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 12 پرو مکس را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 17,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 26 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بلخی عریضه زن 27 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه دکبر سال 2021 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 200 سومونی و یک عدد کامپیوتر تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 6,950 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 32 و 31 ساله ساکنان امین نویه صادر نمودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی 2 روز گذشته در 2 صدمه در جنوب تاجیکستان 2 نفر از جمله یک کودک 9 ساله به هلاکت رسیده است. از جمله 14 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 16:50 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا بهادرخان زین‌الله سال تولدش 1993 ساکن نویه کوشانیان هنگامی از سمت نویه بلخی به سمت شهر بختر حرکت نمودند در حدود جماعت دیهات ثروت استقلال نویه کوشانیان از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ حضرت قلف سمندر سال تولدش 2014 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ حضرت قلف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. شب 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 01:15 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا رامونوف منصور سال تولدش 1987 ساکن شهر وحدت هنگامی از سمت شهر وحدت به سمت شهر نورک حرکت نمودند در حدود جماعت دیهات دکانی شهر نورک از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده است و ماشین او به قسمت چپ رو برآمده به چقوری تقریبا 100 متر چپ شده است. در نتیجه مسافر автомашین سفر و انزورت سال تولدش 1983 ساکن شهر وحدت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. هر سال در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌ها تا 400 نفر به هلاکت رسیده 1200 کس معیوب می‌شوند. 10 نفر از قربانیان این صدمه‌ها متاسفانه کودکانند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.